دوستای عزیز سلام. امید که صحت و سلامت باشید. فرزانه غفوری هستم با برنامه مدیریت صنف بدون توسل به خشونت. موضوع مورد بحث امروز ما نحوه برخورد درست با شاگردان تنبل و ضعیف. یکی از ناامید کننده ترین جنبه های آموزش برخورد با شاگرد تنبل است. چگونگی برخورد با شاگرد تنبل تأثیر بسزای در شکل گیری آینده او دارد و لازم است تا در این مسیر والدین گرامی و استادان عزیز همراه باشند. انگیزه کلید موفقیت استاد و والدین است. آنها باید زمان زیادی را برای ایجاد انگیزه در شاگرد تنبل صرف کنند، چرا که وقتی شاگرد برای درس خواندن یا انجام کارخانگی خود انگیزه داشته باشد، به احتمال زیاد عملکرد بهتری خواهد داشت. ایجاد انگیزه می تواند مشارکت در بحث‌های صنفی را افزایش دهد و شاگرد را به مطالعه برای امتحانات تشویق کند. شاگردان باید انگیزه داشته باشند تا از فرایند یادگیری لذت برده و اطلاعاتی را که به آنها آموزش داده می شود به خوبی یاد بگیرند. نحو شناسایی شاگرد تنبل. شاگردان تنبل و ضعیف را می توان به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول کسانی هستند که توانایی فکری خوبی دارند اما توانمندی های خود را درک نمی کنند و به دنبال فرار از انجام کارخانگی هستند. دسته دوم به شاگردانی گفته می شود که سرعت یادگیری آنها نسبت به همسالانشان پایین تر است. اکثراً استادان گرامی ترجیح می دهند شاگردان سخت‌کوش داشته باشند تا شاگردان تنبل. در ادامه به برخی از ویژگی‌های رفتاری شاگردان تنبل و ضعیف می‌پردازیم. با دیگر شاگردان صنف به خوبی ارتباط اجتماعی برقرار نمی‌کنند. در بحث‌های صنف کمتر شرکت می‌کنند. از انجام کارخانگی سرباز می‌زنند. اعتماد به نفس پایین دارند. لازم است استادان محترم قبل از برچسب زدن به شاگرد به عنوان تنبل یا ضعیف او را به طور کامل ارزیابی کند، چرا که نحو برخورد و رفتار با شاگرد تنبل تأثیر مستقیم در روند تحصیل شاگرد می‌گذارد. استاد موظف است که همیشه از شاگردان خود حمایت کرده و مهارت‌های لازم برای غلبه بر موانعی که در زندگی با آنها روبرو می‌شوند را به شاگردان آموزش دهد. دوستای عزیز، این بود تشریح مفصل در مورد نحو برخورد درست با شاگردان تنبل و ضعیف و اینکه چگونه این شاگردان از طرف استادان گرامی شناسایی شده و به شیوه درست با آنها برخورد شود تا در روند تحصیلی آنها کدام موانعی ایجاد نشود. امید که مفید واقع شود و تا برنامه بعدی همه شما را به خداوند یکتا میسپارم. اوقات خوب و خوش.